با 6 تا بادکنک پروانه یاد بدم. 2 تا بادکنک 6 اینچ باد کن. بادکنکتو گره بزن. 2 تا دیگه وردا بزرگتر باد کن. این 2 تا رو هم گره بزن. حالا 2 تا بادکنکاتو بذار کنار هم، از تو هم رد کن. یه بادکنک ماری بردار. 2/3 بادکنکتو باد کن. یه قسمتشو جدا کن. یه قسمت دیگه مثل همون سایز جدا کن. بادکنکتو از دور بادکنک‌های 6 اینچ رد کن. این قسمتی قرار بهش بسته جدا کن. دور این بپیچ. اضافهشو قیچی کن. یه بادکنک ماری دیگه بردار، وسطشو گره بزن. این قسمتشو جدا کن. یه سر بادکنک تو تلمبه بذار، بادش کن. اینجوری باید صفر بگیری که بیشتر باد نشه. حالا گره بزن. اون سمت دیگرش هم به همین صورت باد کن. اضافه‌هاشو قیچی کن. حالا بادکنکتو از این قسمت رد کن. دور این بادکنک سفیده بنداز که 2 قسمتش کردی. پروانه‌ت آماده است.